سلام گمپو گلا، حال دلتون چطوره؟ تا آخر این ویدیو رو با ما باشید. یه سورپرایز ویژه براتون داریم. از بین این همه سنگ‌های راف مثل آماتیست و سنگ‌های کامبل لاجورد و اوناکیت و آماتیست و کوارتز رو خدمتتون که عرض کنم، مابقی کامبل‌هایی که توی مغازه موجوده و سنگ‌های گویی که داریم، می‌خوایم خواص یه سنگ بی‌نظیر رو بهتون امروز، یعنی یکی از سنگ‌های خاصمون رو امروز بهتون معرفی کنیم با خاصیتاش. پس تا آخر ویدیو دنبال کنید و از خواص بی‌نظیر و کیفیت این سنگ مطلع بشید و استفاده کنید و حالش رو ببرید. پیروز و سربلند باشید. بریم تا سنگ رو معرفی کنیم. خب رسیدیم به بخش جذاب و معرفی این سنگ خاصمون. شما هم اگر میخواید پولدار بشید و در شغل خودتون و کارها و اهدافتون موفق بشید، حتما از این سنگ استفاده کنید. این سنگ چی هست؟ سنگ سیترین، معروف به سنگ تجار. چرا بهش میگن سنگ تجار؟ اصلا دلیلش چیه؟ و دلیل نامگذاریش مبان سنگ تجار دقیقاً جواب ما هست، یعنی جواب خاصیت این سنگ که این سنگ خاص و بی‌نظیر با به تعادل رسوندن چارچای شبکه خورشیدی قدرت و اراده و انگیزه رو افزایش میده و کمک میکنه اهداف و راههای ما رو به ثروت رسوندن خیلی خیلی راحت کنه و ما راههای پول در آوردن رو راحت‌تر پیدا کنیم. پس یک سنگ بی‌نظیر، دوست داشتنی و عالی رو بهش پیشنهاد کردیم، سنگ سیترین.